سلام، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. داخل این ویدیو میخوایم پیشگویی های اتفاق افتاده سیمپسون ها رو برای شما بگیم و به آنها بپردازیم. اولین قسمت انیمیشن سیمپسون ها در سال 1989 از شبکه فاکس روی آنتن رفت. از اونجایی که ساخت فصل 35 و فصل 36 قطعی شده، تعداد اپیزود سیمپسون ها از عدد 800 هم عبور خواهد کرد. به همین خاطر سریال سیمپسون ها رکورد طولانی ترین سریال انیمیشنی آمریکا رو داره. یکی از مواردی که باعث شده سریال سیمپسون ها مورد توجه طرفدارا و رسانه ها باشه، پیش‌بینی‌هایی که تو طول فصل گذشته انجام شده و در نهایت به حقیقت پیوسته. حالا ما داخل این ویدیو میخوایم به 10 تا از پیشگویی های برتر سیمپسون ها بپردازیم. شماره 1. در قسمت 4 فصل 20 انیمیشن که تو سال 2008 پخش شد، هومر وارد یه غرفه رایگیری میشه و تلاش میکنه که به باراک اوباما رای بده. با این حال هر بار که او صفحه نمایش رو لمس میکنه، رای برای شخص دیگه ای ثبت میشه. این موضوع تو سال 2012 هم رخ داد، وقتی یه نفر در غرفه رایگیری نمیتونست به نامزد مورد نظر خود رای بده. در ویدیو منتشر شده، اون شخص هر بار که میخواست به اوباما رای بده، رای او برای میت رامنی ثبت میشد. یکی از مشهورترین پیشگویی های سیمپسون ها برمیگرده به سال 2000. تو اون سال داخل یکی از قسمت ها خانواده سیمپسون ها به آینده سفر میکنن و با رئیس جمهور جدید ملاقات میکنن. داخل اون قسمت رئیس جمهور جدید رو دونالد ترامپ نشون میده. این اتفاق 17 سال بعد به واقعیت میپیونده و دونالد ترامپ در سال 2017 به عنوان رئیس جمهور سوگند یاد میکنه. شماره 3. تو سال 2011 تو آرژانتین و در نزدیکی یه نیروگاه اتمی یه ماهی سه چشم پیدا شد. این موضوع رو سیمپسون ها سال 1990 نشون میده که یک ماهی سه چشم در نزدیکی یک نیروگاه اتمی پیدا میشه.